میخواد سعی کنه کورنر بگیره اونجا که به نظر میسه موفق هم شد. کورنری که ولسیانی تن به اون میده، کار بازیکنش رو تشویق میکنه. ساپینتو دوباره بازی شروع میشه، بلافاصله میتونن سانت بکنن، این کارو نکردن. حالا به محوطه جریمه، یه ساده از اون بر، یه ضربه و گل مساوی برای تیم استقلال به ثمر میرسه و روزبه چشمی میزنه این گل رو. و حالا عصبانیت او تبدیل به این حرکت خوشحالی ساپینتو تبدیل میشه. بازی خوب، حرکات خوب و حالا گل‌های خوب از بازیکنان هر دو تیم، هر دو هم با ضربه سر به ثمر رسیده. نگاه کنید با این حرکت. دروازه دوست خودش در تیم ملی رو، یعنی بیرانوند رو اینجوری باز میکنه روزبه چشمی. همین چهره دستیاران خودش به نظر میاد که حالا در این دقایق پیش رو هر دو تیم تعویض‌هایی رو هم داشته باشن. یه پاس بلند، باز هم قائدی، باز هم کنترل، خودش دوباره میاد وارد محوطه میشه، میتونه بزنه روی پای راستش، میزنه و گل برای استقلال. این قائدی دست بردار نیست، شب این پسر بوشهری استقلالی هاست و به این زیبایی گل سوم رو هم میزنه و خیال ساپینتو و استقلالی ها رو راحت میکنه. شهباززاده و بازیکنان چهره پیمان رنجبری رو میبینید به دنبال زدن چهارمین گلش تو این فصل است. نفت داره با رضا عنایتی جلو استقلال تو ورزشگاه آزادی خوب بازی میکنه. عارف غلامی واسه اشتباه توی لحظات بازی نمیکنه استقلال. بازه زمانی هم هستیم که نفت مسجد سلیمان بیشترین گلهاش رو تو همین بازه زمانی به ثمر رسوند. محمد محبی یه پاس در عرض، حرکت تک به تک، موقعیت برای زدن گل دوم و گل. مهدی قائدی سومین گل فصلش رو میزنه با شوی آبی ها. چقدر خوب از این فرصت استفاده. حالا ببینیم که با این توپ چه کار خواهند کرد. جعفر سلمانی سعید مهری مستقیم میزنه به روی دروازه. یه فرصت هست برای گل دوم. رشید مظاهری فوق‌العاده عمل میکنه، اما زیباتر از او گل دوم برای استقلال. صالح اردانی بازیکن تعویضی استقلال میاد و در آغوش ساپینتو جشن گل دوم رو میگیره، در حالی که مجتبی حسینی داشت توجه میداد به بازیکنهای خودشون که بک پاس رو حواسشون باشه، یعنی پاس رو به بیرون رو. مرحله اول این کار رو نکردن، با یک کار تمرین شده و با یه ضربه اضافه توپ رو پاس داد رو به بیرون. حساب کار 2-0 شد. ببینید مهری این توپ رو فرستاد، این توپ رو برگردوندند و اینجا صالح اردانی در واقع یه بار رشید مظاهری واکنش نشون داد، بار دوم صالح اردانی دیگه دروازه رو باز کرد. بلند به روی دروازه، پرتداد در حمله، روزبه چشمی خودش برمیگرده، ضربه رو میزنه، همچنان استقلال. حالا این ضربه و توی دروازه حساب کار 1-1 میشه. ریکاردو ساپینتو رو نگاه کنید چه شور و حالی داره. رضا میرزایی
و بالاخره اکبر مرادی دروازش باز شد. انگار تقدیری آیوشان استقلال هست در عرض کوتاه که باز دست میره و حالا میتونه ضد حمله طراحی بشه برای آلومینیوم. سلمانی پاس به محوطه جریمه، باعدی و این شوتی که میزنه و توی دروازه. گل اول توسط باعدی به ثمر رسید. مهدی قائدی بهترین گلزن استقلال، خودشو 8 گله میکنه. از قائدی از جامگاه 7 گله پیش میاد. یه لحظه حرکت کرد، به عرض زد، همون شگرد همیشگی رو به کار بست و توپ در دروازه آلومینیوم قرار گرفت. جعفر سلمانی اینجا قائدی توپ رو گرفت. این ضربه‌ای که درون دروازه قرار میگیره. بیا 5 گل است و رضاوند 6 پاس گل داده، گل بیانگام 3 پاس. هم 11 کلینشیت داشته داره، 2 کلینشیت و اینا خوشحالی استقلالی ها که تا به اینجای کار یک بحث پیش افتادن از آلومینیوم هست. میبینید که نفر زیاد تمام کانال ها رو میبندن، تو گیریشون هم انجام میشه. آرش رضاوند، مهدی قائدی پاس میده و گل دوم برای استقلال. یه بوشهری گلسازی میکنه و یه بوشهری دیگه گلزنی. مهدی قائدی یه پاس به دهانه دروازه ارسال میکنه تا محمد محبی، یکی از بهترین بازیکنان این فصل استقلال، موفق بشه که گلزنی کنه برای این تیم. بازی شجاعانه استقلال تو این لحظات به کمکشون اومد. قشنگ عرض زمین رو بستن و اجازه عبور توپ رو ندادن. ببینید این پاس اشتباه از مهدی عبدی. آرش رضاوند، این توپ هم تاثیرگذار بود، آفساید هم که محال بود باشه و استقلال مزد بازی هوشمندانه خودش در نیمه دوم رو میگیره. مهدی قائدی که 3 هفته پیاپی بود برای استقلال گلزنی میکرد و البته این در مسابقه امروز هم این فرصت رو داره. بار نقش گلساز ظاهر میشه تا محمد محبی دروازه هوادار رو باز. استقلال 2 هوادار 3. ضربه بلند. جوریه که بازیکن استقلال بازم میتونن به گل دست پیدا کنن. مهدی قائدی حرکتش، یه بازیکن پیش رو برمیداره و یه ضربه تموم کننده. شد 5 تا و قائدی هم بی‌نصیب نمیمونه از گل‌های زده استقلال. چقدر قشنگ رد کرد تماسبی رو. یه بار دیگه صحنه‌آهسته رو ببینیم. باید هم خوشحال باشه ساپیتو از عملکرد درخشان آبی پیشا در بازی امشب. قائدی تکنیک ناب خودش رو به نمایش گذاشت و بیخود نیست که بهش میگن نیمار آسیا. تقابلش با احتمالاً دانیال اسماعیلی فر در بازی با پرسپولیس خیلی میتونه جذاب باشه. میگن رنگ رخساره خبر میداد از سر درون. فکر کنم از الان داره به فکر بازی جام حذفی. سابقه رو 3 برسپ میکنه. یه چپ سنگین و دیدنی توی زاویه محکم دروازه اخباری باز شد. استقلال 3 تراکتور 0. یه در مورد هواداران استقلال خوشحالی خودشون رو تقسیم کنن. ناراحتی محمد اخباری که چقدر ساده مدافعان تراکتور فضا میدن به بازیکن استقلال. گشت میره و فاز جلالی اینجا ببینید. جلالی جلو اومد، مسیر روبروشو نبستن و اینجوری با چپ سنگین به زاویه مخالف زد و دایو دیدنی اخباری فقط گل رو قشنگتر کرد.
چه بلند اخباری رو ببینید، نهایت تلاش خودش انجام داد اما ضربه جلالی سنگین، زاویه دار و محکم بود و اینجوری خوشحالی خودش رو نشون میده و بغضش هم میترکه. ابوالفضل جلالی گل سوم استقلال رو میزنه.